بچه چطوری؟ من بهداد هستم و اومدیم با 10 تا از پرافتخارترین تیم باشگاهی جهان بریم که این ویدیو رو داشته باشیم. از رتبه 10 شروع میکنیم. پورتوی پرتغال با تعداد جام 79 تا جام. پورتوی پرتغال ژوزه مورینیو. بچه یه چیزی که میخوام بگم، یه موقعی که درساتون سخت شد اینو یادتون باشه که ژوزه مورینیو تو سال 2004 با پورتو قهرمان UCL شد. پس هیچ وقت سخت نگیرید. رتبه 9 بایر مونیخ آلمان با تعداد جام 79 تا. شماره 8 بنفیکای پرتغال با تعداد جام 83. بچه یه چیزی، یعنی بنفیکا از بایر مونیخ بیشتر جام داره. کنم بایر مونیخ خیلی جلوتر باشه. شماره 7 رئال مادرید. وای، فکر کنم رئال اوله. شماره 7 رئال مادرید اسپانیا با تعداد جام 92 تا. این خودش فقط 15 تا UCL داره. چجوری آخه؟ شماره 6 اینم بارسا فکر میکردم خیلی بیشتر باشه. تعداد جامش 96 تا است. بارسلونای اسپانیا رتبه 6. رتبه 5 پنیارول اوروگوئه با تعداد جام 108 تا. بچه یعنی چی؟ یعنی این تیم اوروگوئه یعنی بیشتر از رئال مادرید افتخار داره واقعا. رتبه 4 سلتیک اسکاتلند با تعداد جام 110. وای، فکر کردم منچستر و اتلتیکو، نمیدونم، آس میلان و رتبه 3 و 4 اینا باشه. اینا دیگه چیه؟ فکر کنم تو لیگشون به جز مثلا لیگ برتر اسکاتلند جام حذفی و سوپرکاپ یه چند تا جام دیگه هم داشته باشن، اینقدر زیاد جام دارن. رتبه 3 حتما دیگه آس میلان و اینتر میلان میاد دیگه. رتبه 3 رنجرز اسکاتلند با تعداد جام 116 تا. بچه فکر میکردم اینتره. وای، چقدر این تیما چیزن، افتخاراتشون زیاده. فکر کنم همینجوری جام میدن. رتبه 2 ناسیونال اوروگوئه با 117 جام. و رتبه اول و رتبه نخست. ببین خدای دیگه آس میلانه. برو بابا الاهلی مصر رتبه 1 با 118 جام. واقعا خودم هم نمیدونستم. بچه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم که تماشا کردین. تا ویدیو بعد، خداحافظ.